امروز در فضای صاف و بی‌غبار و اصالپرور سرزمین کهن‌بنیاد و محیط سازنده و بنیادگر وطن محبوبمان، نکهت یکی از قدیمترین و زیباترین جشن اجدادیمان نوروز خجسته‌پی طنین انداز است و از شرافت آن قلب پیر و برنا را احساس گوارایی و فرح فرا می‌گیرد. نوروز همچون رکن مهم خودشناسی ملی، وسیله مهم پیوند نسل‌ها، رابطه گذشته و امروز، احیای عنعنه‌های زیباپرستی، انسان دوستی، دور ساختن کینه‌ها، همدیگر بخشی و رسیدن به قدر زندگی خوش و خورمانه است. بهار آمد، چمن دلخواه ما شد، زی سر تا پا تماشاگاه ما شد. زی عشق گل زند فریاد بلبل، مگر در عاشقی همراه ما شد. نوروز جهانی شد، هم امن و امانی شد. ما از این جشن نوروز عالم خجسته ترین، فرح بخش ترین عید را ما در نظر داریم. این بی نهایت مردم را خوشحال می کند، با آنکه زمستان می رود موقتا، لیکن بهار نازنین می آید. برای همین بهار که آمد زمین بیدار می شود. زمین که بیدار شد، مردم از جا خسته، خصوصا دهقانان اصیل به صحرا برآمده، از پی کشت و کار، از پی رزق روزی می شوند. از خونه سر میکنیم. من پگاه از خونه سر میکنم. آماده میشم که تا نوروزه همه چیزهای پاکیزه کنیم. بعد لباس های نوروزی پشته بنا به سیر و گشت. نوروز که شد رفته همه سیر و سیاحت میکنیم. سرجمی نشون میدن. نوروز سرجمی ها میاد. یعنی پیشا میگفتن که قهری باشد در نوروز آشتی کنه. قهری ها آشتی کنیتون، همه اهل اتفاق شویتون، همه سرجم شوند، همه از یکدیگر مهنت کردن، دوختن، پختن، شستن، همشه یاد گیرد. همین خیلی نصیحت ها میکردن. همین چیزا حالی هم هست. این چیزا البته در نوروز قهری شدن ممکن نیست. این گناه کبیر است، چونکه قهرگی انسان را به ناکامی میبرد. بنابراین جشن نوروز و نمایندگان جشن نوروز میگفتند که ای رفیقان، شما با همدیگر قصاص نگیرید، دوست شوید، اتفاق شوید، اهل عائله را مستحکم کنید، فرزندان را تربیت نمایید، وطن را دوست دارید. من همین گونه ایرادها میگرفتند، تکلیف ملاحظه ها را بیان میکردند. همه این باعثی خیلی خوشنودی و سرفرازی سربلندانه گذراندن جشن‌های نوروز میگردید. در چهار گوشه تاجیکستان این جشن با صد رنگ و تابش معنی برگزار می گردد و برای تصویر و تعبیرشان شاید ساعتها کمی می کند. در هر یکی از این رسم و سنت های نوروزی پند و اندرس ها و حکمت های جاویدانه وجود دارد. اول آدم زاد نوروزنده همشون جمع شده یک تا دایره گیرون باغ بالا گلباغ به می رفتیم. بالونده گلباغ ما بود. اگر یک مرتبه خیالم شما رفته دیده ما همینجا بدگینده. همینجا انده گلباغ انده سیلی گشت کرده، رقص بازی کرده، نوروز میگذروندیم. سونه بعد دیومش که نوروسا شود، نوروسا شدگینده و نوروسا ارغنچه با ارغنچه که میانداختن، ارغنچه که شما نمیدونیتون، یک نقطه دراز میانداخته و کلینچه که مونده روش انی خیلی پوشیده چیز نزنسته قند همین قیقتی نوات همین قیقتی و باد کند میزدن مردک بچه ها شوهری همین عروس شونده میزدن. انمین قطع نوروز میگذروندن. نوروزنده فقط گلچینی میبرومدن، گلای سیل گشتی گل به میبرومدن. نوروزن دور قدیم کلینچک های گرفته میبردن. انمین خیلی کردن نوروز میگذروندن.
در ناحیه اشت ولایت سوق فرارسی نوروز را با ماندن دیگ سومنک استقبال میگیرند. ضمن سفر کاری ما در رفت سومنک پزی ساکنان شهرک شهیدان شرکت نمودیم. معلوم گردید که در حدود سال جاری یعنی طول یک ماه در عرفه جشن نوروز آبیدما قابل و 15 مرتبه دیگ سومنک مانده است. البته او هم برای مردم محل و هم برای کارخانه و مؤسسه ها نمادهای گوناگون سومنک را آماده کرده است. از صحبت با این بانوی هنرمند معلوم گردید که نصف عمر پربرکتش را صرف همین کار و به خدمت مردم اشت و دهه های آن کرده است. تازه میکردند و کبودی میکنوندن، همیشون دیده، همیشون که سملک پخته همین کار نغز دوست داشتم و همین کسم انتخاب کردم. هم جونده میپزم که سملک ما پخته تگوید میپزم، کارخونه ها رفته میپزم، مکتب ها رفته میپزم. من به ایک دشوارم نه، دوست که میدارم من به ایک دشواری هم نمیکنم. رایون مونده یک نمود میپزند در قشلاقا، آشابه، مهرآباد اونجا دیگه خیلی میپزند. ما در مرکز آماده کرده انمی خیلی میپزیم. بعد کبودی گرفته اوغرچه و لات کرده پخش کرده آب شیریش گرفته سونه طرزی تیار کردنی سومنک حواله میکنیم. البته همه زنان و دختران از عهده پختن این یا آن خوراک به خوبی میبرایند، اما هستند نفرانی که در آماده نمودن نمونه از طعام‌های ملی مردم تاجیک سلیقه خاص دارند. عادتا پختن سومنک در هر جا هر خیل صورت میگیرد. پختن و آماده نمودن سومنک از جویدن سبزه گندم نورسته که پیشکی تیار کرده شده است آغاز گردیده از اول شام تا صبح سحر در دیگ پختن آن به انجام میرسد. تنها مزه و طعم آن باشد از پزنده وابستگی دارد. میدونم که این سومنک تیار میشد میپزد این دمیدنش ممکن این بسیار نازکی ها دارد. سومنک بسیار نازکی ها دارد. این بسیار کس پخته نمیتونند، عده کردن هم نمیتونند. هر کجا و هر خیل همه میپزد. مثلا بسیار کس برای چی پخته نمیتونند؟ آب خنک استفاده میبرد. برای چی؟ چلک آب خنک استفاده نبردن در کار. چاینکای پیشی همین مثال آشتونا و میمونه وای وقر جقر جقر میجوشد میریزه جقر جقر میجوشونه سومنک. سومنک همون وقت که میپزد فقط میجوشد، از جوش نماندنش در کار. سومنک سیرش همین خیلی آب خنک استفاده نبرن خلق. وای میپزن خورده نمیشن، رنگش سبز میشد. این همین خیلی تیار شود که شکلات نه، همین خیلی مثال به خورید باز خورم میگوید. اگر ما از شما که ما خورید اگر حاضر دلتون کم شه گرون بره. برای آسوده حالی، برای برکت به هر یک خاندان آوردن همین بعد اول نوروز رو به سومنک پیشواز میکنن. یعنی با نوروز به سومنک، به آش کرد، به آش بوتقه ماها در رایون پیشواز میکنیم. یک شبانه روز مثال همین حاضر همین ساعت پرتید روز دیگر همین ساعت باشه فقط و سومنک بی ایست کوفته ایستادن در کار جمعانده کوفته ایستاد باید یک دقیقه هم باید نیستد جاشان فهمیدید. دورنی وای مثال چهارمغز میپتافتن، بعضا سنگ های مثال قیراقین میفتن وای کرده. این هم یک نشانه مهربانی انسان است. مثال همین میگفتن سونی همینا این یک آدم به یک همون چیه وقتی که سومنک کاسه کشیده همسایه ها تصدیق میکردن یک تا همون چهارمغزندم یک تا همون سنگ قیراقیندم دوناش انداخته میدادن که این هم یک رمزی دوستی مهربانی انسان نشان میدهد. فیض و برکت به خانه ها میبرد. آدمانی که اگر در عید نوروز یا در سومنک قهری باشند ما به سری دیگ میچیغیم آشتی میکنند. ممکنه در وقت همین سومنک مونی این غیبت صفت یگان وای ممکنه قهرگی این برای ما رمز دوستی رمز برکت. ما این شب مثال سومنک مونده من مادرم سومنک پز بدم. مادری من بسیار سال سومنک میپختم. همه گفتن که فرزندان من بدی سری من همین سومنک گیرید و این برکت میبیارد. همیشه بنا باران شد
ریسک روزی میبیارد مثال با دوستی فیض و برکت این از سمنک هیچ کس زیون دیدگی نیست. خاله عابدماه در سمنکپزی ماهر و صاحب کسب گشته و این هنر را از یک همسایه زن آموخته به میراث گرفته است. او میگوید که سبزانیدن گندم همه ساله زحمت‌های خود را دارد. اگر هوا سرد آید سبزانیدن گندم برای سمنک مشکل تر میگردد، زیرا نگاه بین آن تا دوره فرارسی نوروز جدیت را طلب مینماید. شاگرد برای سکم یک تا دخترم کویدی کنونی و یک تا خواهرم کویدی تیار کنی یا دوست کم یک تا خواهرم با یک تا دخترم با یکمین بار اول خونمانده پزم همین مثال سال نو شده میپزم همیشه کسب تقسیم میکنم همه با سونی کسا گوید پخته میتیم. وقتی که سمالک تیار میکردن سمالک میپختن تمامی اهل محله ما من در نظر دارم من از محله گورخانه جماعت دیهاتی اسمی باشم تمامی اهل محله جمع می آمدن سرودها می خواندند رقصها می کردند درباره آبادی آسایشتگی دیار عزیزمان سخنها می راندند. مردم می بیارند یار دوستا می بیارند مثال با همه اگر سمنک گفته یاردم میکنند همه دوست می دارد مردای هم دوست می دارند زنای هم دوست می دارند مثال با کامپیرای هم همه دوست می دارد سمنک. وظیفه مردا حزب تیار کرده دادن مردا وقتش با عمده یک نیت خالص کرده هر زمان ما هم دست به وای کفلز وای کفگیره گرفته ما هم هر زمان چغ میزان میستیم که خدای تعالی همین ما رزق روزی ما تیاد همین چون که رزق بهار که نهایت رزق روزی پیدا نمیشه این همش معنی آن را که این دسترخوان ما زیبا میکنه که رزق روزی ما پیدا میکنه این بهار ناظرین نوروز عالم است این ماه فروردین است ماه شب روز در این ماه میشد بکره ما همین خورسندی ما اون است که همین بعد استقلالیت ما پرزیدنت محترم ما همین برای مردم 4 روز اعلان کردن 4 روز استراحت کردن چون که ما باید یکدیگر را رفته بیمارهای دیدار بینی میکنیم گذشته های یادآوری میکنیم بکره دعا میکنیم یگان شهر دیگر و نزدیک خویش و تبار میره مثلا برای همین این یک روز کمی میکند برای این پرزیدنت ما اینا حساب گرفته 4 روز میکردن که ما 4 روز بی ملال درد دل ما راز دل ما به یکدیگر گوییم و باز از پی رزق روزی شویم. از بس که در شیره گندم آرد خام علاوه می گردد آن مدت دراز پخته می شود برای همین هم سمنک را از اول شب تا دم صبح در آتش پس می پزانند. غیر از این همین شیره که از سبزه گندم گرفته می شود شاید آرد آمیزش یافته را شیره دار گرداند تا هنگام استعمال سمنک مزه آن فرق کننده باشد. آب بسیار میریزم آب جوشونده میریزم همیشه آب نجوشیده نمیریزم سملک بمزه میشه بینده همین سملک آب جوشکتی پزم خون نمیشه همین بس آب خنک نمیریزم هیچم 1 ماه 2 ماه همتین استادم سملک هیچی نمیشه دیگه سونی وای پختگی جای گرم باشد هیچی نمیشه. پختنی سملک قریب 10 روز پیش از آغازیابی جشن نوروز آغاز می‌یافت چون این کاری یک روزه نیست خودتان میدانید بعد تمامی اهل محله جمع میشدند سرودخوانی میکردند و بعد از پخته شدن این سملک به هر خاندان قطع نظر از مقدار عمومیش اون را تقسیم میکردند تقسیم کرده دعای خوشی اهل خانواده ها را میگرفتند این هم یک نمونه وطن دوستی بود در همان دوره. به همه کسلی ها این فایده میبره خصوصا به کسلی قند بسیار فایده شد هیچ چیزی اونش نیست سمنکنده.
همین طور زنها دیگ را با نوبت کوفته یک شبانه روز میجوشانند. در جریان پختن آن زنان و دختران نزد دیگ سرودخوانی رقص و بازی میکنند تا در خواب غفلت مانده تگی سومنک در دیگ نچسبد. از این خاطر اکثریت کارخانه و مؤسسه ها برای تیار کردن سومنک نوروزیشان خاله آبیدما را دعوت مینمایند. سومنک میپختن، سومنک اند دایره زده رقص بازی میکردن. سومنک یک کس پخته است، بدگی ها هم ماشین سرود خونده رقص بازی کرده. یک زن و مرد و بچه گچ هم ماشین دشت به میبرمدن، یعنی خیلی بلندی به برمونده رقص بازی میکردن. دور قدیم همین خیلی بود. اومد نوروز همایان خورسندی ها با مایان، اومد نوروز همایان خورسندی ها با مایان، هم دیاران بیتان نوروزی ها خانتان، هم دیاران بیتان نوروزی ها خانتان، نوروزی ما جهانی داریم وقت کامرانی. نوروز آمد گل افشان از خطلان و بدخشان، نوروز آمد گل افشان از خطلان و بدخشان، با تبریکی اشتی ها خوش آمدید مهمانان، با تبریکی اشتی ها خوش آمدید مهمانان. گلیم شاله من پشم هی لاله، داک شاله من پشم هی لاله، گلیم شاله من پشم هی لاله، گلیم شاله من پشم هی لاله، همه دورانین من هی لاله، سختم رد کن داشتم جالاله، همه دورانین من هی لاله، سختم رد کن داشتم جالاله. چهارمغز برای اون به سوملک میپرتویم که همین سوملک به کاسی که به طبقی که یکی میافته به نیتش رسد همون سری پوری شود، فرزنددار شود، بختش تیاد، نوروزای نخ شود، بهار سری پوری. بعد که مثال ما ایدی نوروز به رسیده آمدیم، در دل انسان ها باید کینه عداوت نباشد، مهربانی باشد، صمیمی باشد. باید به یکدیگر آشتی کنیم، یکدیگر حرمت کنیم. دنیای پست و بلندش به حساب گیریم. ما مثال از پی رزق روزی شویم. اگر ما دست جمعانه از یک گریبان سرآورده با کار نکنیم، زندگی ما پیش نمیره. پیوسته کرده آشتی میدادن. این چیز شاید در زمان امروزی ما خیلی کم شده است. به فکر من این عنعنه نیکی مردم را باید در زمان اهمیتی بین المللی پیدا کردن جشن نوروز ما باید اون را همه طرفه به نظر اعتبار گرفت و در عمل تطبیق کرده توانیم. انا هر سال بهار به خدا رسونه به خرسندی نمدریزی یکی از هنرهای قدیمی مردم تاجیک بوده، آن را بیشتر در قسمت دهاتی تاجیکستان آماده می‌کردند. نمد خیلی گرم و ملایم بوده، به بالای آن کرپچه پرتافتن حاجت ندارد. نمد غفص سبک بسیار گرم است که در فصل سرمای کوهستان استفاده آن خیلی راحت است.
روی نمد گل ها میریزم ریزم ریزم و من میریزم بر روی نمد گل ها میریزم. اگر موی کتی بافد موی مال کتی بافد نمتین میگفتیم نمد میگفتیم نمتین پلاسی نمتین و خانه بسیار گرم نگاه میدارن مثلا بعضی‌ها بویرا میگویم که از قمیش تور بگیرن همون تگمه میافتادن بالاش اینو میپردن خانه گرم میشد یا مثلا چیه پوستی مثال مالی مایده مثال خصوصا بوزا مثال مایکره همین نزدی وایبه آشتون با جای لبی آب مثال آشتون میموندن نزدی همون صندلی ها هم بالوجه میموندن نشستن گرم میشد مثال گریم خیلی این چیزا آنانه حقیقتا خلقی اکن ما سال زمانه گفته بعضا چیزها اهمیت نمیدیم لیکن باید همین چیز در کار برای سلامتی انسان. اما امروز نمد را قریب که استفاده نمیبرند و جای آن را سالهای آخر قالین‌های نو و زمانوی اشغال کرده است. قالین بافی دستی نیز از زمره هنرهای زیبای تاجیکی است که بازار محصولات قالین بافار سرخریدار گردیده است و هم تعداد بانوان به این کار آورده به مراتب افزوده است. حبیبه مسعید و با فرا رسیدن فصل بهار تعداد زیادی شاگردان را به کار دائمی جلب می‌کند و نزاکت هنر قالین بافی را با یک رغبت خاص به آنها می‌آموزاند. برای بافتن قالین اول رشته هاش میخیل وای کرده تیار کرده میگذاریم اینا موندن بس این ادرغه میگویم ادرغه از چوب ساختگی میلکاش و میخ زدگی ما باید اینا این بادش فرق کرده اینا بالا گرفتن ما در کار بعد دیوای کردن من این گله میگویم گله میمونیم رشته از خیبه زاید که همین وایش گله میگیره یک نمیدی باده باید که ما گله گرفته اینجا تیار کنیم این تیار شد بعد این سونی ما گله ما سر میکنیم. اتحادیه چهره خانه‌کار بود مردم در خانه خودشان پلاس گلیم حتی میبافتن دولت اینا با یاردم بگه همچون روز کاری سام میشد لیکن این آنانه ها حاضر شکلی دیگر گرفته است حاضر من بعضی دخترها خونده آورده تکنیک های نوکتی مثال در همون جماعت ها در نزد جماعت ها همین کارا کرده ایستاده اند این هم یک آنانه یک مردم که چون پلاسی نمتی میگفتن مثال موی مال کتی ببافتن مثال پلاسی همین عادی تر بود گلیم پلاس ها بود مثلا اتحاد چهره خانواده لیکن اینها حاضر موقتا از من رفتگی لیکن همین چیز بعد آنانه شده ایستاده است. من گلیم بفویه سال 1976 اینی خواهرم برای یاردم میرفتم کودکاش نگاه کنی و یک روز هم تو گذشته ایستم زنها سرود خونون یک زنهای کهنسال و یا بسیارشون رفتگی بسیارشون حالی هم حیاتند دیگه حوث هم اومده تگی آینک برفتم مکتب نو تموم کرده بودم من این خیلی تماشا کرده همه این زنکای نگاه کردم یک تاشون سرود خونس کردن یک تاشون شعر خونس کردن یک تاشون قصه های دوری پیشه گفت کردن گوش کرده حوثم اومده اینی اپام در اومده پیچی ششتمی کم کار نکرده هیچ کار نکردم با مانده خونه برفتم اگه من باید که اونجا مکتب نو تموم کردم یکون خوندم به اونجا رفتنم در کار به سون رفته او کردم هیچ وای نکشید نخواستم اومدم اینجا بانوان میگویند بیشتر موضوعهای طبیعت و زیبایی، چهره‌های شخص و دیگر دستاوردها را آفریدن می‌خواهند. بیشتری محصولات آنها قالینچه‌های حجما خوردند که همچون تحفه تهیه می‌گردند. امسال بار اول بانوان نقش سوزنی را با گل دوری در روی قالین تصویر کردند و عین حال آن را با تمام احساسات و کسبیت انجام داده ایستادند. بغار شد خدا خالص کارامو سر میشه همیش تپت رشته ما همه چیز های ممکن از فردا کار سر بکنیم فقط گل میبافیم دیگه گل میبافیم یا الوچکه میبافیم مثلا حرف نویسیتون فرمایش دیگه مثلا حاضر زنکا میفرمان که گلی یک نو بافیتون مشته ما گلی به همین خواستی همین ها دیده گلی میبافیم داشو نشون میتیم یا خدا ما رسیم کامای نشون میتیم که ما همین بافیم یا این معقول نه و معقول باشد ممکن اینشه باف
مثال اینیش نبافه تو ما من دیده من آقا دیده میبافه من میبافتم از اینجا تا همونجا کشیده و یک گله گرفته قالین شالچه میبافتم شالچه های بافتگیم های منندم مازی میبافتم این خیلی دستکتی این خیلی جینفرم میبافتم همیشه میبافتم من هنرمند بدم اکنون شده 86 برفته اکنون علمینایی میکنم خلاص وزی حجم قالین دونیم قدش تو 3 متره ما اکنون مثال 5 روزانه بافتنه ما در کار از تنیدن سر کرد تو پودیش تیار کنی ما باید که 5 روز باید قالنه بافه 2 کاس استناک 2 متر 2 متر درازیش بلندی 3 متر هم تو گردونت مثال وای میشه مهنتی دستی خدا ما نمینای خدا ما بافتگی حالی هم من 63 سال شدم حالی هم قالی میبافم دیدم که همیشه کار کنه کمتر امروز زمستون ده سال هوا خنک شد کار نبرمودیم دلم که خونه هم یکم تا وای باشد که بافه باید گفت که اشیای خام قالین‌های دستی آماده کرده کسب آموزان طبیعی بوده حتی رنگ‌های آن مسئول دستان خود این بانوان است که از رستنی‌های وطنی آماده گردیده به هر یک قالین بیش از 30 نوع رنگ‌ها استفاده برده می‌شود. هر یک 5 سالانده من میگرفتم دیپلم میگرفتم گرامات میگرفتم و در مسکو و مسکو قالین بافتگی مسکو 80 و 1980 قالین المپیادی همین سال 80 قالینی فرستندگیم جای دویم گرفتگی بود مسکوانده جای دویم گرفته من به هم گرامات یک ویالده کنورتنده مکافات پولی آورن همین فرام کامنت کویننده تبریک کرده مایلیس کرده دیپلماش کتی همیشه با تنتن من به سپاریدن هم برز بهار و رنگی همین زیبایی و مثال طبیعتی زیبایی و مثال هر کس خیلی که طبیعتش همین چیز به اگر مایل کنند اگر همون چیزا مثال نقش میبندند در همون متریال ها کرد این چیزا هست مثال در رومال های مثال در جورابی پای بافی های مثال های کرد در رومالچه ها های مثال گریم پیش از توی همین خیلی تیار میکنن برای همین داماد مینویسن همین رومالچه ها با یک گپای خوشونو کرد نویسته مثال تقدیم میکنن و کرد این چیزا هست بعضی خاندان ها من همین روید وقتی توی با همون جایی که شما همون خانه نگاه میستید همون تپه ها و زده ماندگی هر خیل رومال های هر خیل نقش و نگارگی زده ماندگی این هم نشانه یک رمز زیستن و بهار و طبیعتی زیبایی مردی ما است آمد نوروز همایون خورسندی ها بمایون هم دیاران بیتون نوروزی ها خونتون آمد نوروز همایون خورسندی ها بمایون هم دیاران بیتون نوروزی ها خونتون نوروزی نو بهارون آمد به تاجیکستان نوروزی نو بهارون آمد به تاجیکستان بله از دیاری محمودم شعر و ترانه خوانم از دیاری محمودم شعر و ترانه خوانم درشتی زیبای خود وارثی مردانم درشتی زیبای خود وارثی مردانم نوروزی ما جهانی داریم وقتی کمرونی نوروزی ما جهانی داریم وقتی کمرونی حوله اشتی ما هم دارد بزمی نوروزی دارد اشتی ما هم دارد بزمی نوروزی آرد به کشوری تاجیکان نوری رحمانی بارد به کشوری تاجیکان نوری رحمانی بارد نوروزتا مبارک نوروزتا مبارک نوروزتا مبارک نوروزتا مبارک نوروزتا مبارک نوروزتا مبارک روندی از خانه والدین برآوردن عروس و گسیل او همراه دوگانه ها و خویشان نزدیکش تا به خانه داماد در بین مردم اشت به اصطلاح عروس بران یاد می شود. بیشتری توی ها را در این منطقه در فصل بهار آغاز می کنند و همین طور تا آخر تیر ماه ادامه می یابد. کمان در کم نفرانی هستند که در فصل دی عروسی می کنند. در عرفه جشن نوروز
پدر و مادران ما حرکت میکردند که فرزندان خود را صاحب اهل عائله کنند، خانه‌دار کنند. البته همین چیز در زمان امروزی ما هم هست، ولی در زمانهای گذشته بیشتر بود. فقط در جشن نوروز همین توی‌ها فقط در توی‌های خانه‌دار شوی در مدت 1 سال فقط در جشن نوروز گذرانده میشد. ولی امروز خیلی که میدانید این رسم عادت‌های ملی ما تا حالا نگاه داشته میشود و در جشن‌های نوروز توی‌های خانه‌دار شوی. این در بهار برای آنکه رمز زیبایی، مثال به در بهار همه چیزها میپزن، همه گلها میشکفن، عروس مویم میشکفن، سبزه ها میشکفن، همه جا گلپوش، همه جا گرم. برای همین بیشتر مردم ما در بهار انتخاب میکنن توی. چون روز جشن عروسی فرا میرسد، در منزل عروس برای گسیل دختران آمادگی میبینند. قبل از همه عروس را یکی از دوگانه هایش که او را برای خود شاهد انتخاب نموده است، لباس های عروس را با شوخی و سرودخوانی پوشانیده مویهایش را میده بافی میکنند. به هر محله که به هر خانه که میرد نمونه عبرت شود. همین نام بر این عزیز شود. روی گرم پیش از همه به کلین من روی گرم اقبالی بلند تیاد. تنی صحت و خاطری جمع تیاد. همه کلنان نقص. همه شو مهنتکش. عزت و احترام میکنن. الهی دختره که همین نام بر این عزیز شوی. روی که گرم اقبالی بلند تیاد. این برای تو دختر جانم. همین برای راه سفیدتی در راه زندگی پرپیچیدگی. بعضی از عرف و عادت‌های قدیمی از قبیل در تگ چادر یکجای نمودن داماد عروس، پای زیر کنی، در آینه نشان دادن داماد عروس، چشانیدن شیرینی، خورانیدن مویز، آوردن آرد همچون رمز سفید، افروختن شمع وابسته به باور و اعتقادهای مردم تا به حال در شکل پیشینه‌شان در منطقه اشت باقی مانده‌اند. این سنگ باید من حاضر تگی و جای نشست کلیم بمیمونم همچون عرفیت همین سنگ بر این سختکک میشد، زیستگانیش نقل میشد، زندگانیش استوار میشد تا آخری عمرش خوشدلانه خوشوقتانه زندگی میکند همراهی پسرم. برای همین باید من درون چمیلیق اینه میمونم همچون عرفیت 40 روز در تگ چمیلیق میسته. خاصیتی سنگ همین در جمهوری ما جداشوی عائله ها نباشد. اخشتومن های محترم خواهش میکنم که وقتی که شما عروس رو همچون دختر به خانه خود وارد میکنید باید شما مهر محبت به او پیدا کنید، چون او هم یک فرزند کسی. باید شما ندانستگی کارش یاد دهید، چون که یک وقت ها ما هم عروس بودیم. آموزید، یگان گناه کند اول بخشید. زیست زندگانی یاد دهید، چون که زندگی این راهی پرپیچ تاب دارد، بلندی و پستی دارد. بیهوده نمیگویند در عرفیت ما که برای آشنان شوهر خوردن به دندان آهنین در کار. این یعنی ما دندان آهنین نمیبراریم، ما پرطاقت میشیم، شوهر خود را حرمت میکنیم، احترام میکنیم، مهر محبت میپیوندیم، عزت احترام کرده، بعد مهر محبت به سایه میشیم و همین خیلی زندگانه های نقض میبینیم. بودی نابودی زندگی و باید ما قانع باشیم. سلام یار یار کلین سلام یار یار، سلام سلام یار یار کلین سلام یار یار. پدر ستونی خانه مادر گنجی یگانه، پدر ستونی خانه مادر گنجی یگانه. بهری همه فرزندان پدر مادر یگانه، بهری همه فرزندان پدر مادر یگانه. سلام سلام کلین سلام بر مادری مهربان، سلام سلام کلین سلام بر مادری مهربان. سلام سلام یار یار کلین سلام یار یار، سلام سلام یار یار کلین سلام یار یار. تخته تخته کوپور کو تختت شود
هیار یار بختت شود هیار یار بختت شود سلام سلام کلین سلام قیناتش به هزار سلام 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 کلین سلام خوش دامنش به هزار سلام 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 یار یار قیسینی هاش به سلام 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 یار یار قینقا هاش به سلام سله نامی یک نوع کلچقندی مردمی اشت است که به گفته باشندگان در یگان نواحی دیگر دیدن به گمان است. این نوع شیرینی به شکل و طعم و لذت فرق کننده است. توی سور به میپزیم توی ها و شهرکی ما رایونی اشتی ما به سله وجود ندارد. همه سله که تویش بزیب میکند این یکی از خوردنی های قدیمترین به حساب میرود. آرایش دسترخوان این رمزی بهار این به مثل اتیرگل صدبرگ مشک فانیم این را به هر یک کلین ها مخصوص شاگردانم آموزاندم 24 نفر شاگردم هست که آنها همین کسب را میکنند هر یک کدبانو باید که این را داند خمیر کرده زوله های تنوک کرده باید که سمبوسه فطیر و ساله را باید هر یک کلینی خاندان این زیبایش دسترخوان است ما نه اینکه نوروزی ها رو میپزیم البته برای آرایش دسترخوان ما همین فطیر میپزیم قلمه میپزیم سمبوسه میپزیم یک چند نمودی سمبوسه های بسیار میپزیم من اولی بهار شساس نه ایدی نوروز نزدیک آمساس ما سمبوسه های علفین میپزیم که از خوردنش کس سیر نمیشود ساله دورنی هر یک سمبوسه ها و دسترخوان ها و آرام میتیم که گل با این شکفته میستد روزی جان یوسف و کدبانوی نامدار در شهرکی شهیدان است. همه میشناسند و احترامش را قائلند. برای پختن انواع محصولات نانی هر توی معرکه دعوتش میکنند. در ترکیب این سلاما تخم و شیر نمک کمتر ساده هست ساده برای کاوو کردن خمیرمون تخم این چنین برای بامزه شدن سلامو باید که نفیس شود چقدر که نفیس شود سلاهای بامزه گلبوین میشد میگوید وقتی که از سلاهای اشتی لالی پر میکنم و به مهمانی میروم مردم دیگر جایها به حیرت افتاده سوال میکنند هر دختری که به حیات مستقلانه قدم میماند از عهده آماده کردن سلا به خوبی میبراید زیرا این حتمی و ضروری شماریده میشود که برخ ساری جانانی من است آن سیاه خام است که برخ ساری جانانی من است خنجری میجگانی پیوسته بر جانی خنجری میجگانی پیوسته بر جانی من است نازه ها بیهوده میگو یکی دل بردار از او من بفرما دلم که دل بفرمانی من است من
دلم کی دل بفرمانی من است گفتم ای نازک بدن از تو آید بوی مشک گفتم ای نازک بدن از تو آید بوی مشک گفت ای مشک است آن این زلفی پیچانی من است گفت ای مشک است آن این زلفی پیچانی من است گفتم ای نازک بدن عاشق مکش کم ناز کن گفت عاشق میکشد چند روز دورانی من است گفتم ای شیرین سخن برگردند ماری سیاه گفت که ای مار اصلا کام کل پریشانی من است احمدی جامی زیشکش سوختم مانند شم احمدی جامی زیشکش سوختم مانند شم گفت ای شم است آن این ماهی تابانی من است گفت ای شم است آن این ماهی تابانی من است یکی از هنرهای دیگر که در ناحیه به نظر رسید رویمالدوزی بود. رویمالدوزی هنر گلدوزی کردن رویمال میانبند برای مردان است. رویمالدوز این منطقه عابده عثمان و بیشتر رومالهای مردانه را از متای لس و ستین و رشته‌های پختگی و ابریشمی آماده می‌کند. او میگوید هر یک هنرمند موافق ذوق خویش محصولات را انتخاب کرده رویمال را گلدوزی می‌کند. کار این بانوی هنرمند نیز در فصل بهار اوج می‌گیرد، زیرا خریداران محصولاتش محض در همین ایام به سراغش می‌آیند و فرمایش می‌دهند. یکی از هنرهای خاص مردمی ناحیه اشت می باشد که همگان دختران جوان پیرا با همین مشغول می شوند، می دوزند. عیناً این رومال برای مردها دوخته می شود، توی ها برای دومودها. فقط منطقیش همین شایدوننده دستی می دوزنده، دیگه جا پاپ میگویم ماشینی پاپ قطع می دوزد و ما و نظرمو نمیگیرد. ما همین دستی دوخته به زیب کرده چی میکنیم می دوزد، فقط منطقی مونده می دوزن. انما رومالای بینید هم بیش انمین خودم دوختگی نه، انمین رومال زنونه. این نوع هنر که در ناحیه اشت خیلی معمول است، بسیارتر برای داماد از متاهای سیمسیم از قبیل پرچه زرورق می‌دوزند و حتی هنگام گلپرتایی رشته سیمی را استفاده می‌کنند. برای مردهای میانه و کلانسال باشد رویمال را با رشته‌های بسیم آرا داده، زمینه آن نیز یک رنگ کبود، سیاه یا سرخ، گلش سفید، زرد یا یگان رنگ دیگر می‌کنند.
ранги яхела бошадагар атлас ба адрас ба тавошои ҳамин чизои ва матоъҳои қадимие ки ҳаст ҳамина истифода бурда мешавад. Барои думодҳо боз дигар хел духта мешавад ва я ҳар хел нақш дода гулҳои вай пистон бо нақшу нигор мекунем. ин ҳозир бошад ин румоли оддӣ. Раҳмати модари ман вақте ки ҷашни наврӯз наздик меомад ҳатман камар медухтанд. мо рӯмол мегӯем, рӯмоли миёнбанд. дар ҳамон духтаҳояшон нишонаҳои наврӯз хеле мунаққаш инъикос карда мешуд ва дар ҷашни наврӯз ба ҳаққу ҳамсояҳо ба дӯстони наздикашон онро тӯҳфа мекарданд. мо дастӣ медӯзем ина ҳамеша. мардак бачаҳо хизмат бирафта биёд солдато ҳар дидам мерем мероси модия аз аввал қадимонгӣ якта бурда миёнишба мебандем ина аними хел кара миёнишба мебандем. вақте ки бандаро ба сафи қувваҳои мусаллаҳ соли 1964 аз ноҳияи Колхозобод ман дар онҷо муаллим шуда кор мекардам. барои дидорбинии падару модар омадам ва вақти гусел раҳмати модарам ба ман ҳамун камарбандро бандонида дуои нек доданд ки сиҳату саломат хизмати ватанро ба ҷо оварда боз ба назди мову падараду бародаронат баргард гуфта буданд. 10 кас равад 10 та ҳамин хел ка якта мебандад 100 кас равад 100 кас мебандад. вай хун якта шумо хизмат карда биёед анамти ба санг мегирад ҳама. мерости аз аввал мо ва ҳамин мерос мондагӣ. мимон биёдам бошад доданг мегирем. мо мероси аз аввал мондагӣ мерос. мимон биям доданг мегирем. гӯштингирӣ ва дор мебиёд инҷа ва даври қадиман дор меомад. дорчӣ ва бурда якта мебастем. гӯштим мегирад ку гӯштим мегирад вай ба бурда мебастем. акин ҳозир дор биёд дор ба бурда мепандад одам. мо бошад бурда ба санг мегирем. даструмола дар вақти ҷавонон аз хизмат меоянд ба камери онҳо мебанданд ҳамчун шодиёна. дар вақтҳои ягон баъз дар давраҳои ҳунарҳои миллӣ яъне дар наврӯз дар ҷашнҳои меҳргон сада ҷавонон пирусоло камар даструмолро ба камарашон мебанданд. рӯймоли миёнро барои мустаҳкам нигоҳ доштани миён ба сифати дастархон ҳамчун садчоқ ҳангоми сафар дар тӯи маъракаҳо аз болои ҷома ва дар ҳолатҳои зарурӣ дар гирди тоқӣ истифода мекунанд. ҳамчун рамзи паҳлавонӣ рамзи далерӣ шуҷоатмандӣ мардон вақте ки ҳамин даструмола ба камари худ мебанданд як эҳсосоти нав ҳис мекунам. ҷавоное ки ба ҳаёти нав ба ҳаёти мустақилонаи худ қадам мегузоранд ҳамин даструмолро дар вақти ҳамин келина гирифтан меоянд ба хонаи келӣ меоянд ҳамин даструмолро аз тарафи хуштомад ба камери домод баста мешавад. خلاصه این هنر پیشینه تا حال زیبایی و جای خود را گم نکرده است و یکی از هنری نازک و حیرت انگیز می باشد که تا حال بعضی مادران تاجیک مهنت دوست از جمله مادران ناحیه اش با این گونه هنر مشغولند. آنها نمیخواهند که این گونه هنری به بهای تاجیکان از بین رود و زیبایی و مرام خویش را از دست دهد. یک غزل ایجاد کردم تو راه یار دیرین یاد کردم بیا باغی دل هم آباد گردد دلم را با خیالت شاد کردم بیا باغی دلم آباد
جوید شب و روز نگاهی من برایت شل افروز دو چشمانم تو را جوید شب و روز نگاهی من برایت شل افروز زی هجرت جانی من بس یک و دارم تنوری سینم پر آتش و سوز زی هجرت جانی من بس یک و دارم تنوری سینم پر آتش و سوز تنوری سینم پر آتش و سوز چشمانی پریشانت پریشان نگاهی مستی تو خاری دل و جان دو چشمانی پریشانت پریشان نگاهی مستی تو خاری دل و جان